تخصصی ما هست که یه سری از وسایلی که تخصصی تر هستن برای دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلیمون PhD مورد استفاده قرار میگیره که خب فریزر منفی 80 رو داریم، آون‌های مختلف رو داریم، انواع اقسام روتاریا رو داریم، دستگاه اسپری درایر رو داریم و عرضم به حضور شما دستگاه مختلفی که برای کار تخصصی تر مورد نیاز هست توی این آزمایشگاه. اون یکی آزمایشگاه که ملاحظه کردیم مربوط به کار آموزشی دانشجوهای اندرگرادویت. حدوداً چقدر دانشجو اینجا سال درس میکنن؟ دانشکده داروسازی کرمان ورودی هر سالش 70 نفر هست. 70 نفر. الان نزدیک به تقریبا 600-700 تا دانشجو در حال حاضر مشغول به تحصیل تو دانشکده داروسازی کرمان هست. اینا چند سال میخونن در این؟ معمولا 6 سال. 6 سال. 6 سال که این 6 سال یک سال آخرش صرف کارهای دیپلم فارماسیست میگی؟ معمولا دیپلمی که میگیرن علوم تجربی هست که حالا بیولوژیه در واقع یه مدل. این آموزش در اینجا مجانی هست یا مبلغ گذاری بله باید کنکور بدن، کنکور که میدن قبول میشن و برای در واقع آموزش مجانی به دانشگاه‌های دولتی میان. دانشگاه‌های غیر دولتی هم داریم که باز دوباره باید کنکور بدن، وارد اونا میشن پول باید بدن. اونا چند پول میتونن؟ خانم دکتر شما میدونین من خیلی اطلاعی ندارم. از برای آموزشی 2-3 هزار دلار یک سال با خارجی ها اینجا مبلغ گذاری میکنن. خارجی ها رو نمیدونم قیمتش. بچه‌هایی که میان داروسازی میکنن خارجی ها اگه اشتباه نکنم 3000 تا. من پرسیدم حدود 2-3 هزار دلار یک سال آموزش هست. ترمی تشکر زیاد. اینجا ترمی سالی میشه 6000. سالی میشه 6000 ولی معمولا تخفیف‌های مختلف بهشون داده میشه تا 1500 میاد. میگن 1500 حدودا میشن مثلا ترمی. تشکر. سلامت باشید.